است همه رمز بهار است چکن، رمز گل لاله‌زار است چکن، رمز همه گل‌های دیار است چکن، زیرا که فقط نقش و نگار است چکن. ترکیب لباس میوه برای ما جوان دختران این شأن و شرف بزرگ است. аз рӯи ҳавою ҳавас ва муд тақлид кардан ба фарҳанги бегона миёни ҷавонон зиёд ба назар мерасад. ҳисси бегонапарастӣ ва тақлидкорӣ дар мавриди сару либос, рафтору гуфтор метавонад ба устувории рукунҳои фарҳанги миллӣ таъсири манфӣ расонад. کردن لباس ملی این ارز گذاشتن به تاریخ بای و غنی و مؤلفه نمودن رسم و آیین خلق تاجیک در عرصه جهان است. محض فرهنگ پرغناوت خلق تاجیک است که امروز ما را در عرصه جهان میشناسند و اعتراف مینمایند. پاس داشتن رسم و آیین و معرفی نمودن فرهنگ ملت تاجیک در بین دیگر دولت‌ها قرض هر یک تاجیک است. لباس نکوسگر مدنیت و معرفت هر یکی ما می باشد. لباس در طینت انسان احساس زیبایی پرستی و آزادگی را جای نموده هر یکی ما را هوشدار می سازد تا خوشبین و خوشگفتار و خوشرفتار باشیم و به کدام گروه انسان منسوب بودن انسان ها را نیز نشان می دهد. لباس ملی برای هر خلق و ملت تجسمگر سیما و نشانی لباس‌های دیروز و امروزی مردم کشور میباشد. لباس برای هر یک فرد حسن و جمال خاصه را ظاهر نماید. کشورهای خارج هنگام سفر به مملکت ما لباس ملی تاجیکان اطلس و چکن را با ذوق بی اندازه بلند برای خویشان و نزدیکان خود همچون ارمغان خریداری می نمایند که این افتخار ماست. سر و لباس زیبا این عزت و احترام نسبت به شخص است. لباس ملی بازکننده عنعنه‌های ملی و فرهنگ ملی بودند. ما را ضرور است که فرهنگ عنعنه‌های اجدادی خویش را پاس داشته نگذاریم که فرهنگ تمدن هزار ساله کهن بنیاد تاجیک آمیخته دیگر فرهنگ‌ها گردد و یا از بین رود.